به نام خدا در این کلیپ آموزشی میخواییم مفهوم پارتیشن یا همون درایو رو در ویندوز به اصطلاح بیان بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم پارتیشن بندی ویندوز رو البته در ویندوز 7 انجام بدیم و تغییراتش رو ببینیم. پارتیشن یا همون درایو در حقیقت به قسمتی از هارد دیسک که شما به اصطلاح مربوط میشه که شما اون قسمت رو جدا کردید و برای کارهای خاصی اون قسمت رو یه اسمی براش در نظر گرفتید. من اگر وارد مای کامپیوترم بشم میبینید که در اینجا هر کدوم از این قسمت هایی که جدا شده به عنوان یک پارتیشن برای من شناخته میشه. پارتیشن اول که حجمش 110 گیگ هست پارتیشن ویندوز، پارتیشن بعدی که حدوداً 100 گیگ هست OS، ایدیو کلیپ، مالتی مدیا، لرن و حالا پارتیشن های دیگه‌ای که این پایین وجود داره. اینها رو به عنوان CD رام یا درایو های مجازی میشناسیم و جزء هارد ما حساب نمیشن. اما میخوایم ببینیم که اگر بخوایم حجم هر کدوم از این پارتیشن ها رو کم و زیاد بکنیم یا فرمت بکنیم به چه ترتیب باید عمل بکنیم. برای این کار روی مای کامپیوتر کلیک راست میکنم و گزینه منیج رو میزنم. یه چند ثانیه طول میکشه تا گزینه منیج برای ما باز بشه و امکاناتی که در داخل این گزینه هست رو مشاهده بکنیم. در این قسمت امکانات زیادی وجود داره. ما فعلا با قسمت دیسک منیجمنتش کار داریم. اگر روی دیسک منیجمنت کلیک بکنم میره و اطلاعات مربوط به هارد رو برای ما لود میکنه. اینجا به من میگه که یه پارتیشن 350 مگی برای خود سیستم در نظر گرفته شده، ویندوز 7، لرن، OS، ایدیو و مالتی مدیا. هر کدوم رو که کلیک میکنم به عنوان به اصطلاح اون پارتیشن انتخاب شده روش فوکوس میشه. حالا فرض کنید که من میخوام یکی از پارتیشن ها رو حجمش رو کم بکنم. اینجا دو گزینه شرینک و اکستند به معنی کم کردن و زیاد کردن حجمه. حالا گزینه اکستند خالیه به خاطر اینکه هیچ فضای خالی در هارد من وجود نداره. اگر من این پارتیشن رو شرینکش بکنم و یه مقدار از حجمش رو کم بکنم، برای مثال همین 32 گیگ میذارم باشه، شرینکش رو انجام میدم، یه قسمتی از حافظه خالی میشه. بنابراین گزینه اکستند هم فعال خواهد شد به خاطر اینکه پارتیشن های دیگر رو میتونم حجمش رو زیاد بکنم، چون یه قسمتی به عنوان فضای خالی وجود داره. اگر این رو کم بکنیم، بذارید این اتفاق بیفته با هم ببینیم. الان داره شرینک رو انجام میده، یعنی اینکه پارتیشن دی رو داره حجمش رو کمتر میکنه و یه قسمتی از فضا رو داره آزاد میکنه.